سلام به شما. امروز میخوایم بریم سراغ یه افسانه خیلی خطرناک تو دنیای معامله‌گری. افسانه‌ای که جیب خیلی‌ها رو خالی کرده. قراره با همین افسانه رو کامل در هم بشکنیم و ببینیم که حرفه‌ای‌ها واقعاً چطوری با بازار روبرو میشن، یعنی با داده‌های واقعی، نه با رویاپردازی. این جمله رو ببینید. این یه جورایی مثل یه سیلی محکم میمونه به صورت تمام اون وعده‌هایی که توی شبکه‌های اجتماعی شنیدید. برای تقریباً همه شما سود مستمر یه سرابه. حالا بیایید ببینیم چرا. خب، این نمودار دیگه جای هیچ حرف و حدیثی رو باقی نمیذاره. این داستان ناگفته معامله‌گریه. وقتی اینفلوئنسرها دارن عکس لامبورگینی پست میکنن، داده‌های رسمی از نهادهای معتبر نظارتی نشون میده که 85% معامله‌گرهای خرد، یعنی اکثریت مطلق، دارن پول از دست میدن. این یه بازی با حاصل جمع صفره و این آمار تلخ گواهشه. اما چرا این فاصله بین رویا و واقعیت انقدر عمیقه؟ تو این بخش می‌خوایم پرده از دلایل واقعی شکست برداریم و دنیای پرزرق و برق اینفلوئنسرها رو بذاریم کنار واقعیت سرد و محاسبه شده حرفه‌ای‌ها. ببینید، یه طرف ماجرا رویای زندگی لب ساحل با سودهای روزانه رو داریم، اون طرف دیگه واقعیت حرفه‌ای هاست. سود خالص سالانه بین 5 تا 8%. تازه اونم با افت سرمایه‌ای که میتونه به بیشتر از 30% هم برسه. این یعنی چی؟ یعنی حتی بهترین ها هم دوره‌های خیلی سختی رو تجربه میکنن که اینفلوئنسرها هیچ وقت به شما نشون نمیدن. خب، پس اگه سیگنال‌های جادویی و سودهای روزانه همش افسانه است، پس بنیاد واقعی معامله‌گری چیه؟ جوابش تو 2 تا ستون خیلی قدیرمند خلاصه میشه: ذهن شما و ریاضیات. ستون اول میدون نبرد درونی شماست، روانشناسی. مارک داگلاس تو کتاب کلاسیکش میگه 90% شکست‌ها به خاطر روانشناسیه. ترس از دست دادن، طمع و معامله کردن از روی انتقام، اینا دشمنای واقعی شما هستن، نه بازار. دقیقاً به همین دلیله که اولین قدم عملی اینه که یه ژورنال معاملاتی راه بندازید و نه فقط تحلیلاتتون بلکه احساساتتون رو هم توش ثبت کنید. و ستون دوم ریاضیاته که هیچ احساسی حالیش نمیشه. این فرمول امید ریاضی مثل قطب نمای شما میمونه. خیلی ساده است. درصد بردهاتون ضرب در میانگین سودهاتون منهای درصد باختاتون ضرب در میانگین ضررهاتون. اگه حاصلش مثبت باشه، شما یه برتری دارید. اگه منفی باشه، شما فقط دارید قمار میکنید. حالا بیایید این فرمول رو تو عمل ببینیم. این جدول خیلی چیزا رو روشن میکنه. به اون ردیف آخر یه نگاه بندازید. شما میتونید 70% مواقع برنده باشید، اما اگه میانگین ضررتون 2 برابر میانگین سودتون باشه، یعنی ریسک به ریوارد 1.5، شما در نهایت پول از دست میدید. برعکس، با یه نرخ برد فقط 40%، اما سودهایی که 3 برابر بزرگتر از ضرراتون باشن، شما در بلند مدت یه ماشین سودسازی خواهید داشت. خب، حالا که با این پایه‌ها آشنا شدیم، وقتشه که جعبه ابزار یه معامله‌گر حرفه‌ای رو باز کنیم. این ابزارها روی یه اصل کلیدی کار میکنن. تست کنید، اعتماد نکنید. یه حرفه‌ای اینجوری کار میکنه. اول، با استفاده از سایت‌های مثل MyFXBook، عملکرد بقیه رو تایید میکنه. دوم، هر ایده‌ای که به ذهنش میرسه رو با ابزارهایی مثل TradingView روی حداقل 5 سال داده تاریخی بک تست میکنه. و سوم، مطمئن میشه که از داده‌های معتبر برای این تست‌ها استفاده میکنه. این فرایند فیلتر شما در برابر ایده‌های بده. این یه معیار خیلی کلیدیه. شاید بیرحمانه به نظر بیاد، ولی واقعیت همینه. اگه استراتژی شما بعد از بک تست روی 5 سال داده نرخ بردی کمتر از 55% داشته باشه، به احتمال خیلی زیاد تو دنیای واقعی شکست میخوره. این حداقل آستانه برای داشتن یه برتری آماریه که بشه روش حساب کرد. خیلی خوب، فرض کنیم شما دنبال یه راهنما میگردید. چطوری میتونید یه مربی واقعی رو از یه فروشنده رویا تشخیص بدید؟ این سوال برای آینده مالی شما حیاتیه. ببینید، 2 تا مسیر جلوی شماست. یه طرف اینفلوئنسره که به شما وعده یک گنج پنهان رو میده. طرف دیگه یه راهنمای حرفه‌ایه که نقشه یک کوهستان سخت و صعب العبور رو بهتون میده. یکی هیجان میفروشه، اون یکی یه فرایند. انتخاب شما کدومه؟
اینا نمونه‌هایی از منابع واقعی هستن که حرفه‌ای‌ها ازشون استفاده میکنن. مثلا کتاب‌های ال بروکس که بهش میگن انجیل پرایس اکشن یا مفاهیم پیچیده پول هوشمند از مربیانی مثل ICT. اینا به ماه‌های مطالعه جدی نیاز دارن، نه یه وبینار 2 ساعته. این آموزش واقعیه، نه سرگرمی. یه راه دیگه هم برای اثبات مهارتتون هست شرکت تو چالش‌های پراپ فرم‌ها مثل FTMO. این شرکت‌ها به شما سرمایه میدن تا باهاش معامله کنید، ولی فقط به شرطی که بتونید توی یه آزمون سخت تواناییتون رو تو مدیریت ریسک و سودآوری ثابت کنید. این یه امتحان نهایی تو دنیای واقعیه. و حالا میرسیم به چالش نهایی. این یه آزمونه که تکلیف شما را با معامله‌گری برای همیشه روشن میکنه. مشخص میکنه که آیا شما انضباط لازم برای این کار رو دارید یا بهتره یه مسیر دیگر رو انتخاب کنید. قانون شماره 1، قانون طلایی. هیچ وقت تحت هیچ شرایطی بیشتر از 0.5% کل سرمایه‌تون رو توی یک معامله ریسک نکنید. تمام. این قانون به تنهایی تضمین میکنه که شما بعد از چند تا ضرر پشت سر هم از بازی حذف نشید. قانون شماره 2. شما در هفته مجاز به انجام حداکثر 5 تا معامله هستید. چرا؟ چون این محدودیت مجبورتون میکنه که صبور باشید و فقط برای بهترین و با کیفیت ترین موقعیت‌ها وارد بازار بشید. این کار جلوی تصمیم‌های هیجانی و معامله‌گری انتقامی رو میگیره. خب اینم از آزمون نهایی شما. این 2 تا قانون رو برای 6 ماه کامل توی یه حساب دمو و با ژورنال‌نویسی دقیق اجرا کنید. هدفتون چیه؟ رسیدن به 10% سود خالص. اگه بتونید این کارو بکنید نشون میده که هم انضباطش رو دارید و هم یه برتری بالقوه. و یه نکته خیلی خیلی مهم. اگه تو این آزمون 6 ماه موفق نشدید، این شکست نیست. این یه داده ارزشمنده که به شما میگه یه مسیر هوشمندانه تر هم وجود داره. سرمایه‌گذاری غیر فعال، خرید و نگهداری صندوق‌های قابل معامله یا همون ETF ها یه استراتژی اثبات شده برای ساختن ثروت در بلند مدت بدون این همه استرس روزانه. و در آخر همه چیز به همین سوال خلاصه میشه. آیا شما اونقدر انضباط دارید که یه فرایند 6 ماهه حرفه‌ای رو طی کنید یا همچنان میخواید دنبال یه میانبر بلیت بخت آزمایی بگردید؟ پاسخ شما مسیر مالی شما رو تعیین خواهد کرد.